تئوری برونستید-لوری، تیزاب‌ها و قلوی‌ها. هدف: دانستن تئوری برونستید-لوری، تیزاب‌ها و قلوی‌ها. تیزاب‌ها دارای مزه ترش بوده و کاغذ لتمس آبی را به سرخ تبدیل می کند. قلوی در زمان لمس نمودن حالت لشم را داشته و لتمس سرخ را به آبی مبدل می کند. در سال 1923 هر دو تیزاب‌ها و قلوی‌ها توسط کیمیادان دانمارکی به نام جی برونستید و کیمیادان انگلیسی تی لوری تعریف گردیدند و با استفاده از پروتون‌ها اساسگذاری گردید. طبق این برداشت، یک تیزاب عبارت از دهنده پروتون در شکل آیون هیدروژن بوده، در حالی که یک قلوی عبارت از گیرنده پروتون در شکل آیون هیدروژن می باشد. گاز هیدروژن کلراید در آب حل گردیده تا آیون‌های هیدروکسونیم HCO مثبت و آیون کلراید را بسازد. در این تعامل هیدروکلوریک اسید به حیث تیزاب عمل نموده، زیرا پروتون را به آب می دهد. آب به حیث قلوی برونستید-لوری عمل نموده و پروتون را می گیرد. رفتار امفوتریک: بعض مواد در یک تعامل مانند تیزاب برونستید-لوری عمل نموده و در تعامل دیگر مانند قلوی برونستید-لوری عمل می نمایند. تعامل آیون دای هیدروژن فسفید را در ابتدا با هیدروکلوریک اسید و بعداً با قلوی قوی هیدروکساید ملاحظه کنید. در این تعامل دای هیدروژن فسفید به حیث قلوی برونستید-لوری عمل نموده، زیرا پروتون را می گیرد. در تعامل دومی دای هیدروژن فسفید به حیث تیزاب برونستید-لوری عمل کرده و پروتون را می دهد. یک ماده که بتواند مانند تیزاب برونستید-لوری و قلوی برونستید-لوری عمل کند به نام ماده امفوتر یاد می شود. آب نیز یک ماده امفوتر می باشد. در این تعامل آب به حیث قلوی برونستید-لوری با گرفتن آیون هیدروژن از هیدروکلوریک اسید عمل می نماید. در تعامل دیگر ما می بینیم که آب یک آیون هیدروژن را به امونیا داده و به حیث تیزاب برونستید-لوری عمل می کند. تیزاب‌های کانجوگیت و قلوی‌های کانجوگیت: اسیتیک اسید با آیون دای هیدروژن فسفید در یک تعامل رجعی تعامل می نماید. در تعامل مستقیم قلوی برونستید-لوری دای هیدروژن فسفید آیون هیدروژن H مثبت را گرفته و فسفوریک اسید را می سازد. تعامل معکوس همچنان عبارت از تعامل تیزاب قلوی برونستید-لوری می باشد، زیرا آیون هیدروژن H مثبت از فسفوریک اسید و آیون اسیتیت که یک قلوی است انتقال می کند. در این تعامل فسفوریک اسید و آیون‌های دای هیدروژن فسفید عبارت از جوره‌های کانجوگیت تیزاب قلوی می باشند که عبارت از مولکول‌ها و یا آیون‌هایی هستند که توسط یک آیون H مثبت فرق می کنند. خلاصه: طبق تئوری برونستید-لوری، تیزاب‌ها و قلوی‌ها، یک تیزاب عبارت از پروتون دهنده بوده، در حالی که یک قلوی پروتون گیرنده می باشد.